بسم الله الرحمن الرحیم. اون برادر اسلامی از من گفت من خود نشنیدم و ندیدم هم، گفت که در تلفن ها نماز اوصل کردیان، نماز اوصل کردیان، تحقیر کردگی هستن آداب نمازخانه و یا باز همین مسلمان ها در تلفن هاشان نوشته گوش بکنن تماشا میکنن. هم تا هست نمازو، لیکن او چگونه وصل کرده من نمیدانم، تحقیر باید تا کدام حد است من نمیدانم اکنون. اگر تحقیر نماز باشد این تحقیر کننده کافر است و از زمره مسلمان ها خارج شدگی است و هر کسی در وقت تحقیر نماز با شوخی او بدبخت میخندد در همون زال والله ویم کافر است و هر کسی در نوار تلفنش این عکس میگیرد یا این صدا را میگیرد گوش میکند ویم کافر است، زیرا که رضای در کفر است. کسی در یک عملی کافرا راضی بشود و میخندد والله ویم کافر است. مسلمان ها اولش که در همون صحنه تئاتر باشد آتین همون اروپایی ها شما ناموس ندارید، ببینید از پایان با بطولکه در دهنی همه ارتیساشا میزنن، شما همین که ناموس نداره هم مسخره بازی یا بطولکه پپسی کالی دست رسنید آخه همین 3 سود که قبضان میکنن با میبرو اما نابود در تاریخ میموند. بخواد که نماز تحقیر کند شما با خندید، نماز تحقیر کند با شما در نوار تلفن تان گیرد و با او رو تماشا کنید. کنی مسلمانی تان، کنی ناموس اسلامی تان، کنی دیانت داری تان، تا که حیوان بشید شما. نماز عبادت است و خدا فرض کرده است و این آداب پیغمبر به ما تعلیم داده است. و در تلفن اینو می نویسید، تحقیر علماء ها رو در تلفنات ها می نویسید، با گوش میکنه با می خندید. قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون قد کفرتم بعد ایمانکم. خدا میگه شما یار مسلمان بودید اما به سبب استهزای خدا، به سبب تمسخر کردن پیغمبر و دین پیغمبر وارثان پیغمبر شما کافر شدید. این حکم خدا هست. که ناموس شما، که ناموس دیانت شما دین تان تحقیر کنن، پیشواهای دین تان تحقیر کنن، احکام های دین تان تحقیر کنن، هم خندید و با هم در تلفناتان نویسید و گوش کنید. شرم باد برای این مسلمانی، شرم باد برای این نام مسلمانی. خدا رحمت کنه. علامه اقبال میگه چون به نام مصطفی خانم درود از خجالت آب میگردد وجود. عشق میگوید که ای محکوم غیر سینه تو از بتان مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو با درود او میالا نامی او، با درود خود میالا نامی او. عشق محمدی ندارید، عشق قرآنی ندارید، عشق اسلامی ندارید، فقط یک صورت دارید و خلاص. و الا مسلمان در پیشش میشود یک کس دیش تحقیر کند. مسلمان نمیشود در پیش در صحنه که 1000 که 12 6 یا 3 لعین در صحنه نماز تحقیر کند و دیگران خندند. یک عالم پیشوای دین تحقیر کند و دیگران خندند. همون 1000 تماشابی والله کافر است. من فتوا بدم از این منبر رسول اکرم، من فتوا بدم که بگید کافر گفتن اجازت علما نیست. حکم اعدام برآوردن سود میتاند، پرقرار میتاند، چون حکم خدا رو عالم ها نمیتونن گفتن. خدا به عزیزان من تماشا نکنید اینها را. ناموس دارد. از همون ژورنالیست عراقی کمتر نشود، ابر قدرت ترین پادشاه دنیا را با تپش بزد.
شما لااقل یک ارتیسی سگ یک تا توفلی زنید، وای پادشاه نیست، وای پرزیدنت نیست، یک سگ است در صحنه، یک سگ مسخره بازی میکند، هویت زنید. نگذاره دین تا تحقیر کنند. یهودی ها برای یک هولوکاستشان، برای یک هولوکاستشان این کار کردن، دلی جنایی میکرد. حتی برای یک پاپی مشهورشان دلی جنایی شدن. پاپی روم او را از منصب پاپی محروم کرد اگر عذرخواهی نکرد، برای گفتی هولوکاست دروغ است. برای یک شما را نمازتان تحقیر میکنن، شما میخندید. با در تلویزیونات هم میگیرید، برای هم میگیره که خانه تماشا کنی با خندی. این خنده ها پگه گریه دارد، این خنده ها پگه سوختن دارد، در آتش میسوزی. وی سگی لعین این صحنه بازگو خود کافر است. قرآن در شأن وی میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل لکل همزة لمزة. وای برای هر کسی که تحقیر میکند، مسلمان را اوصل میکند، مسلمان را عیبدار میکند. وای ویل کلمت عذاب، کلمه عذاب است. ویل کلمت هلاک، الویل واد فی جهنم. چاه است در دوزخ که 40 سال میپرتاین کافر سردگو میره به پایانش نمیرسد. و فیها انواع العذاب، از عذاب های گوناگون در اونجا. این از قرارگاه این مسخره بازا. من از این منبر رسول اکرم به این مسخره بازای صحنه های تئاتر بگویم ای ناجوان مردها، هرچی شوخی دارد اما دین شوخی ندارد، احکام دین شوخی ندارد. اینو برای شما نه خدا میبخشد، نه پیغمبر میبخشد، نه اسلام میبخشد، نه مسلمان ها میبخشند. من به شما جوانا خطاب میکنم، جوانای با ناموس شوید، جوانای با غیرت شوید. برای خاطر یک تایم فوتبال مخلصاشان استادیان پر از بطولکه میکنن اگر به آدابی از طرف سودیه شود. شما را دین تا که مقدس ترین چیزتان است تحقیر میکنن، در صحنه میخندید و با تماشا میکنید. امام دامدار ایشان از ما پرسیدن که حضرت ایشان ما را امروز دو چیز تشویش آورده است. یکی این که از زبان بعضی ملاها شنیدیم، حتی خطیب داملاهای مسجد هم تماشا کردن فیلمی حضرت یوسف که امروز تاجیکستان در تلویزیونش خیلی جای شادی هم هستین نمایش گذاشته است، حرام اعلام کردین. آیا این درست است یا نه؟ البته این خطا هست. کسانی که تماشای این فیلم حرام اعلام کردن من گمان نمی کنم که اونها مسلمان هستند یا غم اسلام میخورند. اگر اینها پیشتر فتوا می برآوردن میگفتن سانتا باربرا رو تماشاش حرام است و دیگر فیلم هایی که تلی سریالی که روز درا در تلویزیون میرفت یک بار آواز می برآوردن میگفتن تماشاش حرام است، ما اینها رو به رأس و العین قبول میکردیم. اما وقتی که فتوا اینها به مقابل فیلم حضرت یوسف علیه السلام که غیر قصه قرآنی دیگر چیزی ندارد، با آداب و با حجاب اسلامی است برآمده است، من با ایمان کامل از این منبر رسول اکرم میگویم که اینها دست پروران یهودند. اینها کسانی هستند که از معلمان خود این سفارش گرفتند برای سیاه کردن نشان دادن تلویزیونی، یعنی ایران است و فیلم های ایرانی. اینا دیگر مقصود ندارند. عزیزان من، اولش که فیلم یوسف من فقط یک سیرش تماشا کردم، خلاص دیگرش ندیدم. وقتی نمایش گذاشته می شود که نه نماز است قضا شود نه دیگر، یعنی سحر می شود یکی ساعت 2 می شده است به گفته آدم ها باشند. در این دو وقت یگان نماز نیست. بنابر مادامی که از عبادت خدا منع نمی کند این حرام نیست. دیگر اینکه در فیلم یوسف
سر تا پا همه آداب اسلامی رعایت شده است. زنهاش با حجاب هستند، پیغمبران نامش با آداب گرفته می شود. یگان خیلی تحقیر بی آدابی نیست. آره بعضی نکته ها ایرادی با یهودی ها هست، اینها را، این داملاها را که معلماشان یهودی ها هست، از اونجا وظیفه میخورن، از اونجا لیگ میخورن، اونها رو نمیفاردیم. به خاطر اینا رو گوشاشان کشیدی شدن که اعلان کنه این حرام است تماشاش. باور کنید شما همون داملایی که در محلتان همین گپ میگه تماشاش حرام است، شما پرسش که باهای داملا چو یک بار پیشتر سنت بربرون نگفته حرام است؟ 17 لحظه بهار میرفت شب تا روز چون نگفته حرام است؟ من گپ سوال دادم در کار است، چو خاموش میستید شما؟ بنابر تماشای او درس تاریخ است، تاریخ دانستن. چی با زبان ما میگوییم، چی در عمل او را اجرا میکنن متخصصاش این درس است. باید از خود کرد او را، باید دانست. هیچگاه چیزی که با چشم میبینید مانند بگفته تاثیر ندارد. آدم ها از فیلم یوسف محبتشان به حضرت یوسف زاید میشه، محبتشان به پیغمبران الهی زاید. خیانت یهودی ها را که در همو سر شده بود آمده است تا امروز آشکار می شود. چی مگر زیان میکنیم ما؟ یا که در حال یوسف یک شخص بازی که کافر شد؟ پیغمبرم یوسف هم پیغمبر بود، انسان بود، یک آدم میتونه رالی او بازی کند؟ البته این معنا نداره که اوی پیغمبر است. دیگر اینکه این فیلم ها را علمای جامع الازهر اجازت دادگی هستند تماشاشه، حتی کسب استحسان کردنش. امروز دنیای ترغیب است، پروپاگاندا است. امروز چی گونه که دشمنان اسلام تمام راه و واسطه را استفاده میبرن برای بدنام کردن اسلام و علمای اسلام. وظیفه‌دار هستند حکومتدارای اسلامی و علماهای اسلام تمام واسطه را استفاده برن برای رواج اسلام و برای شناسانیدن اسلام به مردم. این احمقی است. و خوب تقوا داشته باش. ولی اگر همون ملا رو من پیشون باشه سیزن طلاق دیم، والله کنسرتای دوشنبه رو تماشا میکنن. این قسم حانیسه والله است. سیزن طلاق شدیم اگر کنسرت تماشا میکنن در بخ تلویزیون شیشتن. بنابراین تو احمقا رو گپاشون گوش نکنه. ملایش از خودش حتی گفت همون سوال من دادگر بگو تیتان